داستان انگلیسی شیطان و آزاد کردن یک الاغ. A donkey was tied to a tree. The devil untied the donkey. تای یعنی بستن، چیزی رو مثلا با طناب بستن. devil میشه شیطان. untied در واقع منفی کلمه tied. tied یعنی بستن، untied یعنی باز کردن، چیزی رو untied بکنی، بازش کنی. میگه که یه الاغی به یه درختی بسته شده بود، توی جنگل، توی مزرعه‌ای بسته شده بود و devil untied the donkey و شیطان اومد اون الاغ رو طنابش رو باز کرد. The donkey entered the neighbor's farm and ate the fresh and dry grass together. enter یه فعله یعنی وارد شدن. neighbor همسایه. farm مزرعه. ate گذشته فعل eat به معنی خوردن. fresh صفته یعنی تازه. dry هم صفته یعنی خشک. و grass میشه علف و together هم میشه با هم. together تلفظش نکنیم. together. میگه خب شیطان الاغ رو باز کرد و این الاغ وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک رو با هم خورد. یعنی هر چی تو مزرعه بود رو شروع کرد به خوردن. When the neighbor's wife saw the donkey eating the vegetables, she picked up a gun and shot the donkey and killed it. وایف رو توی داستان‌های قبلم داشتیم، یعنی همسر. eating توی قسمت قبل گفتم eat یعنی خوردن. vegetable سبزی، سبزیجات. pick up یعنی چیزی رو از زمین بلند کردن، چیزی رو برداشتن. gun اسلحه، تفنگ. shot یعنی شلیک کردن، با تفنگ تیراندازی کردن. و kill هم میشه کشتن. وقتی زن همسایه دیدش که الاغ در حال خوردن سبزیجاته، پیک آپ کرد، تفنگش رو برداشت. پیک آپ a gun یه تفنگی برداشت و به اون الاغ شلیک کرد و الاغ رو کشت. When the owner of the donkey saw the scene, he got angry and killed the farmer's wife. owner یعنی صاحب، مالک. scene یعنی صحنه. got angry got گذشته فعل get و angry هم یعنی عصبانی. حالا یه نکته، هر وقت بعد از فعل get ما صفت داشتیم، اینجا angry صفته. هر وقت بعد از get ما یک صفت داشتیم، get ترجمهش میشه شدن. پس he got angry میشه او شد عصبانی. اوکی؟ farmer میشه مزرعه دار. farm میشد مزرعه، چون ER گرفته میشه مزرعه دار. میگه که وقتی صاحب الاغ این صحنه رو دیدش که زن همسایه الاغش رو کشت، عصبانی شد و زن صاحب مزرعه رو کشت. عجب داستانی. When the owner of the farm faced with his bloody wife's corpse, he knocked down the owner of the donkey. face with یعنی مواجه شدن، روبرو شدن. bloody خونی، خونالود. corpse جسد. knock down یعنی از پای درآوردن، کشتن. وقتی صاحب مزرعه با جسد خونین همسرش روبرو شد، صاحب الاغ رو از پای درآورد و کشت. They asked the devil, "What did you do?" He said, "I just released a donkey." یه نفر که همه این اتفاقات رو دید، رو کرد به شیطان و گفتش که چی کار کردی تو؟ منظورش این بود که همه این کشتنها گردن توه. ولی شیطان گفتش که I just released a donkey. release یعنی آزاد کردن، رها کردن. شیطان گفت من کاری نکردم. من فقط یک الاغ، یک خر رو رها کردم. نتیجه اخلاقی این داستان چی میتونه باشه؟ Whenever you want to ruin a society, release the donkeys. whenever هر وقت. ruin خراب کردن، ویران کردن. society جامعه. release رو هم که قبلا گفتم، رها کردن، آزاد کردن. هرگاه میخواهی یک جامعه را خراب کنی، خران را آزاد کن. خوشحال میشم نظرتون در مورد این داستان رو برام توی کامنت ها بنویسید و تا یک داستان دیگه
مراقب خودتون باشید.